بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا، انشالله که کاملا خوب و صحتمند باشیم. درس ما درس 25 در صنف دهم است که بین صفحات 127 الی 134 که دابتان در مورد هنرهای هفتگانه صحبت کرده. ای که باشین که 8 تا یا 10 تا نگویم، ای که این 7 هنر چیست او 8 تا شد. 7 هنر چیز در درس امروز بگوییم که هر کدامش چی ویژگی داره، چی مفیدیت داره و چی تاثیر داره بر روان انسان، بر خود انسان ها، بر اجتماع انسانی و در کل سبب چی تغییرات و تحولات میشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. در درس گذشته در مورد ویکتور هوگو گفتیم، از زندگی نامش گفتیم و از آثارش گفتیم و معروف ترین اثرش هم کتابی بود به نام بینوایان که در اکثریت زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و چاپ هم شده. و در بخش آیین نگارش در مورد نگارش تحقیقی گفتیم که چی هست. پس بیاین که در مورد هنرهای هفتگانه براتون بگویم، اما پیش از اهداف درس کوتاه مرور کنیم که اهداف درس ما و شما چی است. اولین هدف درس ما و شما آشنایی با هنرهای هفتگانه است. باید هنر اول تا هنر هفتم بخوانیم و بفهمیم که چی است. البته به اساس ترتیب بندی که براتون میگم از اول تا به هفتم گفته شده که 7 هنر. و همچنان دومین هدف ما و شما کسب معلومات در مورد نگارش مطبوعاتی است که ببینیم نگارش مطبوعاتی چیست و به چه اشکال نوشته میشه. پس بیاین که از هنرهای هفتگانه براتون بگویم که هنرهای هفتگانه شامل چند مورد میشه: موسیقی، نقاشی، ادبیات، مجسمه سازی یا پیکر تراشی، معماری، تئاتر و سینما. پس دانه دانه این هنرها را با هم ببینیم که به چه شکل است. اولین هنر میشه هنر موسیقی. موسیقی به هر نوا و صدایی گفته میشه که شنیدنی و خوشایند باشه. موسیقی بیان احساسات انسان است به وسیله اصوات که مهمترین عوامل او صدا و ریتم است. پیشینیا موسیقی را قسم تعریف کردن که عالمه براتان میگم: معرفت الحنان و آنچه التیام الهان بدن باشه و به او کامل شد. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانست و فیلسوفای اسلامی هم این نظر را پذیرفتند. ولی از اونجا که تمامی ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیر قابل تغییر نیست، بلکه ذوق و قریحه سازنده و نوازنده هم در او دخالت تام داره، او را به نام هنر میگن. از این خاطر میگیم که هنر علم نیست. پس چیست؟ موسیقی هنر است، علم نیست. در هر صورت موسیقی امروز دانش و هنر گسترده است که دارای بخش‌های گوناگون و تخصصی هم هست. موسیقی هنر است که با استفاده از گزینش اصوات ویژه و ترکیب اونها با یکدیگر با استفاده از اصول و قوانین خود بیان مقصود میکنه و مقصود هدف بیان میکنه. با اون صورت که در شعر و ادبیات واژه ها نقش اصلی را دارن و در نقاشی خط و رنگ، در موسیقی هم اصوات هستند که نقش بیان کننده را به عهده دارند. بنابراین منابع تولید اصوات موسیقی آلات موسیقی و حنجره انسان است. هنر موسیقی بر حسب شرایط فرهنگی زادگاه خود انواع و اقسام بسیار زیاد داره و هر قوم و ملت موسیقی ویژه خود هم داره. موسیقی در حقیقت بیان اندیشه در قالب اصوات است. در قالب صداها و در پشتو میگیم غگ. او صداها و غگ‌ها در قالب موسیقی بیان میشه. موسیقی در مشرق زمین انواع گوناگون و متفاوت داره، ولی تقریبا تمام اونا در نحوه برداشت از روح و کلیت موسیقی مشترک هستند و علت او هم وجود نظام معنوی و تفکر فلسفی مشترک است که تمدن‌های مشرق زمین به یکی دیگر پیوند میده. دومین هنر میشه هنر نقاشی یا نگارگری. ببینیم که نقاشی یا نگارگری چی هست. پس بیاین که در مورد نگارگری براتون بگویم. نقاشی به اثر گفته میشه که رنگ بر روی سطح مثل کاغذ یا دیوار بجا مانده میشه و بجا میگذاره.
نقاشی نسبت به زبان نوشتاری دارای پیشینی بسیار زیاد قدیمی است و نقاشی‌های یافت شده هم در غارها نشان میده که انسان‌های اولیه با کشیدن نقش حیوانات و شکارشان به نوع خود آماده نبرد با اونا میکردن و قدمت نقاشی در بین انسان‌ها 6 برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است. چقدر زیاد. نقاشی هنر است خیال انگیز و نقاشی‌هایی که پیش از تاریخ در جاهای گوناگون و مختلف به تعداد زیاد کشف شده در تاریخ مکاتب نقاشی کهن‌ترین نقاشی‌ها شناخته شده که مربوط به 20,000 سال قبل از میلاد است. نقاشی از روزگارهای گذشته و در مناطق مختلف دنیا گوناگون و متفاوت بوده و در طی تاریخ و ما قبل تاریخ نقاشی شیوه و سبکای گوناگون هم داشته. نقاشی در حقیقت یک هنر پیچیده است که ما در هر تابلوی بزرگ با دستگاه کامل از ارزش‌ها روبرو میشیم که پاره علمی و برخی سوری و بخش هم معنوی است. پس میتونه بسیاری از مسائل در نقاشی ها باشه که علمی باشه، بسیاریشان فقط سوری و تصویری باشه و بسیاریشان هم معنوی است که براتان گفتم. و سومین هنر میشه مجسمه سازی یا پیکر تراشی. این هنر هم یکی از جالبترین و پیچیده ترین هنرهای آدمی است که مجسمه شامل کندکاری هنرمندانه و ظریف است. کهن‌ترین مجسمه را متعلق به 30,000 سال پیش دانستند. در عصر قدیم مردمای ما قبل تاریخ مجسمه‌ای از استخوان و عاج می ساختند. مجسمه سازی هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیاست که به او تندیس، پیکر یا مجسمه هم گفته میشه. هر پیکر سه‌بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده میشه را میتونیم که تندیس هم بنامیم. البته باید توجه داشته باشیم که هر شکل ترتیب شده و منظم شده را ما شما مجسمه گفته نمیتونیم، بلکه باید در ورای او یک فکر، خلاقیت یا نوآوری حتما وجود داشته باشه. وقتی شما یک جسم میبینین باید بگیم که حتما یک فکر در مورد ازی شده، یک خلاقیت بوده و نوآوری در او کار بوده که بگیم اینی مجسمه است یا پیکر تراشیده شده. یونانی ها مجسمه هایی می ساختن و در معابد خود قرار می دادن و اونا را پرستش می کردن. مجسمه های سنگی و برنزی به شمار هم از قهرمان های خود در میدان ها و معابر عمومی می ماندن. مصری ها هم مجسمه های خود به صورت موجودات در سنگ یا برنز مجسم می کردن و در معابرشان قرار می دادن، در جایی که عبور و مرور می کردن. هنر دیگه میشه هنر معماری. معماری هنر ساختمان است که عمومی ترین کار معماری طراحی و ساخت خانه ها و پل ها و مساجد و ساختمان های ادارات، کارخانه ها و بناها می باشه. معماری همراه هنر نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی کاملا تفاوت داره، چرا که معماری نیازهای انسانهای نخستین و سرپناه اونا را در بر میگیره و معماری در کشور ما تاریخ 6,000 سال داره. بنابراین در کشور ما هم از گذشته بسیار زیاد دور، مثلا ما شما آمدیم در مضامین مختلف، درس‌های مختلف در مورد بلخ و بختی گفتیم، در مورد بامیان گفتیم و بسیار جاهای دیگه که در گذشته ها در سرزمین ما بوده. به می خاطرم معماری در کشور ما و شما 6,000 سال تاریخ داره. هنر بعدی هنر ادبیات است. ادبیات هم هنر است لسانی که به صورت منثور و منظوم، شفاهی و نگارشی پدید و به وجود میاد. شاعر و نویسنده از زندگی میآموزه و به زندگی هم میپردازه. اونا از حادثه و رویدادهای اجتماعی متاثر میشن و با بیان مؤثر خود از زندگی تصاویر زیبا و هنری را به وجود میارن و خلق میکنن. اونها رونق دهنده های حیات عادی جامعه خود هستند که انسانها را در مبارزه بر ضد پلیدی ها و زشتی ها و سیاهکاری ها یاری میکنن و به آینده زیبا و سعادتمند امیدوار میسازن. آثاری که به طور هنری نوشته میشن بالای انسان ها تاثیر زیاد هم میمانه. از یک طرف احساس زیبایی شناسی اونا رو پرورش میده و از طرف دیگه انسان در درس زندگی کمک میکنه و درس زندگی میده. ادبیات هر کشورم بازتاب حقایق زندگی اجتماعی اونمو کشور است. خوشبختانه ادبیات سرزمین ما هم با قدمت تاریخی که داره با ایجاد هزاران اثر هنری در
غنای فرهنگ ارزشمند ما نقش بسیار زیاد بسزا و ارزشمند ایفا میکنه. هنر بعدی هم تئاتر است که ببینیم تئاتر چیست. تئاتر، سینما و تلویزیون هم پدیده های ارتباطی بسیار زیاد ارزشمند هستند که با کمک اونها میتونیم پیچیده ترین مفاهیم و غنی ترین اندیشه را به جامعه جهانی حتی عرضه کنیم و معرفی کنیم و بشناسانیم. اگرچه سوابق و تاریخ هر کدام تحولات هر یک از این پدیده ها همراهی که دیگه گفته میشه که تفاوت داره، اما از نظر شیوه های بیانی اونها به یکدیگر تاثیرگذار هم هستن و تا حدود زیادی از زبان مشترک هم برخوردار هستن. چیزی که این رسانه ارتباطی را از یکی دیگه متمایز میکنه وجوه تکنیکی و روش‌های اجرایی در عرضه مفاهیم است که در طول زمان تحولات بسیار زیاد و چشمگیری هم یافته. تئاتر یا نمایش سابقه طولانی داره و آغاز او به یونان هم باز میگرده. این هنر یکی از ابزارهای بیانی قدرتمند انسان در عرصه طرح مفاهیم و مسائل انسانی است. تئاتر از نظر ظاهر و شیوه اجرایی تغییرات فراوان در طول تاریخ 2000 ساله خود داشته، اما اصول و مبانی او یعنی مکان اجرا، بازیگر و طرح و نمایش همواره دیگه حفظ شده. شما سالهای بسیار زیاد پیش، مثلا یک قرن پیش هم تئاتر برین به مو شکل بوده، فعلا هم که میرین میبینین که از لحاظ مکان اجرا، بازیگر و خود طرح نمایش هیچ فرق در اصول با وجود نامده. در تعریف کلی میتونیم بگیم که تئاتر بیان به واسطه یک روایت توسط انسان بر انسان دیگه است. نور، صدا، صحنه پردازی و غیره امکانات و ابزار هستند که برقراری ارتباط بهتر و مطلوب برای تماشاگر و بیننده آسان و سهل میسازه. تئاتر با واسطه شکل ویژه اجرایی خود از محدودیت‌های هم برخوردار است، اما به عنوان یک هنر نمایشی تأثیر چشمگیر بر هنرهای تصویری بعد از خودم با ویژه سینما داشته. هنر نمایشنامه یا هنر نمایش بازتاب یک شیوه نگرش خاص به زندگی است. هر نویسنده تئاتر چیزی را که نوشته میکنه از زندگی میگیره و این به اون معناست که تئاتر هیچ وقت از زندگی جدا نبوده و نیست. با وجود آورنده های تئاتر در حقیقت تلاش میکنن تا واضح بسازن که تئاتر آینه زندگی است و میخواین که با نمایش گذاشتن خوبی ها و بدی ها در تهذیب اخلاق جامعه نقش داشته باشند و افراد جامعه را به طرف خیر و صلاح راهنمایی کنند. با به نمایش گذاشتن ابعاد شخصیت و روابط درست و نادرست انسان ها را متوجه اعمال و رفتارشان میسازد. ببینید که خودش یک مکتب است. و سینما چیست؟ در سال 1895 میلادی سینما از ابتدای پیدایش خود یک هنر نبود، بلکه او را تصویر متحرک می‌خواندند. تقریباً 20 سال طول کشید که سینما تکامل پیدا کنه و به عنوان هنر شناخته شود. در آغاز سینما را بیشتر یک پدیده علمی صنعتی می‌گفتند. در سالهای جنگ جهانی اول سینما به عنوان یک وسیله نمایشی و سرگرمی رونق تجاری پیدا می‌کنه و بعد از او قابلیت هنری او هم رفته رفته توسط فیلمسازهای اروپایی و آمریکایی کشف و شکوفا هم میشه و در همون سالها او را هنر هفتم هم مینامند. پس آخرین هنر میشه هنر هفتم. سینما از جنبه خلاقیت و بیان هنری یک رسانه ارتباطی پیچیده است، به خاطر که تولید یا خلق یک اثر سینمایی مستلزم استفاده و تلفیق تمامی هنرهای ما قبل سینما که ما براتون گفتم، از جمله ادبیات و نقاشی و تئاتر و معماری و موسیقی است. قسمی که تاریخ سینما با تاریخ دیگه هنرها مقایسه میشه دیده میشه و متوجه میشیم که این هنر در مدت کوتاه رشد فوق‌العاده زیاد هم داشته. قسمی که هیچ هنر در قرن 20 به استثنای رسانه تلویزیون نتونسته همراه او همسویی کنه و از لحاظ محبوبیت، فراگیری و نیروی تأثیر بر عواطف و افکار مخاطب خود داشته باشه و همراه سینما رقابت کنه. یکی از ویژگی‌های سینما جمعی بودنش است که تعداد زیاد تماشاگرها و تماشاچی‌ها میتونن در پهلوی هم بشینن و همزمان فیلم تماشا کنن و ببینن. سینما از آغاز تا امروز مراحل بسیار زیاد را طی کرده که اولتر از همه سینما صامت یا بدون صدا و فیلم‌ها هم سیاه و سفید بوده. بعد از اواخر دهه 1920 میلادی عصر فیلم صدادار آغاز میشه و عامل صدا عملا سینما را به صورت یک هنر سمعی و بصری در میاره.
از اواخر سال 1930 میلادی با اختراع فیلم رنگه سینمای رنگه هم به وجود میاد. انشالله فهمیدین؟ بسیار. پس آمدیم در مورد 7 هنر گفتیم. کوتاه براتون جمع‌بندی میکنم، خلاصه درسم میگم، تمام. گفتیم که 7 هنر چیست؟ دانه دانه از اولین هنر تا 7مین هنر با تمام ویژگی ها و سیر تحول و انکشاف و پیشرفتشون براتون گفتم که بالاخره با این تکنولوژی و به این علم میرسه و بسیار زیاد وسعت پیدا میکنه و تاثیرگذاری خاص خود هر هنر امروز داره. درس ما تمام شد. به اینکه کارخانگی را براتون بگویم و بخش آیین انشا و املا و نگارش تحت عنوان نگارش مطبوعاتی در جلسه آینده امرای او بخش یک جای میکنم و براتون خواهد گفتم. انشالله درست است؟ بسیار. نوشته کنین کارخانگی. سال اول هنرهای 7گانه کدام هاند؟ نام ببرید. سال دوم نقاشی و سینما چه تأثیری بر اجتماع میگذارند؟ نقاشی و سینما چه تأثیری بر جامعه یا اجتماع میگذارند؟ 2 سوال کار خانگیتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.